خوب کردی نگی. نو سرنک اوخی ات چی مرا میزنی؟ میگم زن بگیرم بیرق در دست یاکه کلونی ما. ای خب که اول ما را خیلی میزدی اوزی زور به خمیر میرسن کمپیر حوزی هم در کرشوه شما را الان خیلی میزنم خیلی پای کرشوه مهمون نویا پیراشکی میپزی لطفلا بابا یکا اوچه میگم مهمون میایه همه را توزه کنین بابا جان فهمیدی؟ لطفلا گفت. ای بخنه گفتنه اقلا نمیسیم بیم اندخته میشی خیلی دستم اشتی. لطفلا اوچا کی بپزا؟ یک دم پس میشه بچه اوچا این کی میشه با؟ حالا زیادتر کنم اوچه ها یاده چوی دیگه پرتا لطفلا اوچه اینقدر داودال دوره مهمون کی میویا؟ دگونه ما دخترش اوچا این کی بپزا؟ तू ही ये मुझको बता दे चाहूं मैं आना अपने तू दिल का पता दे चाहूं मैं دخترک چی خیزمت؟ خونه بابا جان شونه؟ نه خونه فریدون شونه آی دختری ما اومد السلام پولا جان. این مادر مهمون دید همه را یادش برو ورد کو رنگی تو خی طبقه بگیره بیایی 30 سالش دیو زند میتنه که کار اخته که هم خیلی مهمون یک تا دیگه بیایا ها یا تا دیگه بیا ها ماده چی؟ ای خب که رفتین اوچه این مهمون قطعی خمون میسته وقت خدمت میخواد مهمون گیرین با یک تا گرفتم. ما دیدم دو تا گرفته.